سربرگ دیولپر و با انتخاب گزینه ویژوال بیسیک وارد محیط کدنویسی میشیم. در اینجا یک سابروتین ایجاد میکنیم به نام آوانا. در اینجا میخوایم برنامه بنویسیم که میزان سود سپرده‌گذاری رو بر اساس مدت زمان سپرده‌گذاری و همچنین نرخ‌های متغیر سرمایه‌گذاری محاسبه کنه. در داخل سابروتین ابتدا یه متغیر تعریف میکنیم به نام پروفیت یعنی سود از نوع سینگل. یه متغیر دیگه تعریف میکنیم به نام دپوزیت به معنی سپرده از نوع سینگل. یک متغیر تعریف میکنیم به نام ریت به معنی نرخ سپرده‌گذاری از نوع سینگل. یه متغیر دیگه تعریف میکنیم به نام دی از نوع بایت، چون ما میخوایم که به صورت روزشمار سود رو محاسبه کنیم. میزان سپرده‌گذاری و همچنین مدت زمان سپرده‌گذاری رو که به صورت روزشمار خواهد بود به صورت جداگانه و از طریق تابع اینپوت باکس از کاربر دریافت میکنیم. بنابراین می نویسیم دپوزیت برابر با اینپوت باکس و از کاربر میخوایم که میزان سپرده‌گذاری رو در این قسمت وارد کنه. Please enter your deposit. در سطر بعدی متغیر دی رو برابر قرار میدیم با اینپوت باکس. در اینجا از کاربر میخوام که مدت زمان سپرده‌گذاری رو به روز اعلام بکنه. Please enter days یعنی روزهای سرمایه گذاری که میتونه 90 روزه باشه یا 180 روزه باشه یعنی 6 ماهه یا 365 روزه که سالیانه هست. در ادامه شرط هامون می‌نویسیم به این صورت که اگه مدت سپرده‌گذاری 90 روزه یا 3 ماهه باشه سودی که به سپرده ها تعلق میگیره 12% خواهد بود و اگر مدت سپرده‌گذاری 6 ماهه یا 180 روزه باشه سودی که به سپرده ها تعلق میگیره 17% و نهایتا اگه سپرده به صورت سالیانه یا 365 روزه باشه سودی که تعلق خواهد گرفت 20.5% خواهد بود. پس بنابراین می نویسیم if day اگر تعداد روزهای سرمایه گذاری برابر باشه با 90 then آنگاه ریت برابر با 12% یا 12%. در غیر این صورت else اگر if day برابر با 180 روزه یا 6 ماهه باشه آنگاه ریت برابر با 17% یا 17%. else در غیر این صورت اگر مدت زمان سرمایه گذاری 3 ماهه یا 6 ماهه نباشه به عبارت 1 ساله باشه ریت برابر خواهد بود با 205,000 یا 20.5%. در اینجا از 2 تا ایف استفاده کردیم، پس بنابراین هر کدوم از این ایف ها رو با عبارت end if باید ببندیم. در سطر بعدی کد دستوری مربوط به محاسبه سود رو خواهیم نوشت. پروفیت سود برابر خواهد بود با دپوزیت یعنی میزان سپرده‌گذاری ضرب در ریت درصد سود ضرب در دی مدت زمان سرمایه‌گذاری تقسیم بر 365. در این کد دستوری با توجه به اینکه ما می‌خوایم سود رو به صورت روزشمار حساب کنیم بایستی از متغیر دی به همراه 365 استفاده کنیم و نهایتا در سطر آخر ما می‌خوایم که میزان سود متعلقه از طریق یک کادر محاوره‌ای یا MSG باکس به ما نشون داده بشه. می‌نویسیم MSG باکس پرانتز باز دبل کوتیشن your total profit is 2 نقطه یه فاصله میدیم علامت امپرسنت یه فاصله و متغیر پروفیت و پرانتز بسته. این ماکرویی که الان نوشتیم رو از طریق این دکمه ران میکنیم. در اینجا از ما خواسته که میزان سپرده‌گذاری رو وارد کنیم، مثلا 1 میلیون. اوکی میکنیم. در کادر دوم از ما خواسته که مدت زمان سپرده‌گذاری رو اعلام بکنیم، به عنوان مثال 180 روزه یا 6 ماهه. روی دکمه اوکی کلیک میکنیم. در اینجا میبینید که کل سود متعلقه به
سپرده ما که 1,000,000 ریال بود و برای مدت 180 روز یا 6 ماهه سپرده گذاری کرده بودیم نشون داده شده. ما چنانچه خواسته باشیم میزان سود روزانه هم در این باکس نشون داده بشه، کافیه که در ادامه کد دستوری سطر آخر پرانتز برداریم، یه علامت امپرسنت بذاریم و با دستور VB نیولاین یه خط جدید ایجاد کنیم، علامت امپرسنت دبل کوتیشن و بنویسیم daily profit is دبل کوتیشن علامت امپرسنت متغیر پروفیت تقسیم بر متغیر دی پرانتز بسته. ما چنانچه این ماکرو رو مجددا ران کنیم و در اینجا بنویسیم 1,000,000 و در کادر دوم بنویسیم 180 یا 6 ماهه و اوکی کنیم. در اینجا میبینید که سود حاصل از سپرده گذاری ما رو به صورت کلی و همچنین به صورت روزانه برای ما مشخص کرد و نشون داد. یه بار دیگه ماکرو رو ران میکنیم و در کادر اول میزان سپرده گذاری رو به 30,000,000 تغییر میدیم و اوکی و در کادر دوم مدت زمان سپرده گذاری رو به 90 روز یا 3 ماه تغییر میدیم و اوکی میکنیم. همونطور که ملاحظه میفرمایید ماکروی ما میزان کل سود سپرده گذاری و همچنین سود روزانه رو به درستی نشون میده. این جلسه در همینجا به پایان رسید. تا جلسات بعدی، خدا نگهدار.